السلام علیکم خوانندگان عزیز. درس نوبتی ما از فنی زبانی مادری برای خوانندگان سنفی یکم. موضوع امروزی ما اجرای مشق‌های 145 147. دوام موضوع کلمه‌های ifade کننده حرکت предмет ها. بیایید موضوع گذشته را استحکام میکنیم. از ترکیب جمله ها کلمه های ifade کننده حرکت предмет ها را معین کنید و با آنها سوال گذارید. آفتاب برآمد. چیکار کرد؟ بله، برآمد. مژگانه می‌رقصد. چیکار میکند؟ می‌رقصد. آفرین. باران میبارد. چیکار میکند؟ میبارد. عزیزبک میدود. چیکار میکند؟ میدود. آفرین خوانندگان عزیز. مشقی 145. کلمه ها را جابجا گذاشته با سوال ها جواب نویسید. راننده چیکار میکند؟ راننده ماشین میراند. آفرین خوانندگان عزیز. دوزنده چیکار میکند؟ بله خوانندگان عزیز، دوزنده لباس میدوزد. حافظ چیکار میکند؟ آفرین خوانندگان عزیز، حافظ سرود میسراید. شاعر چیکار میکند؟ شاعر شعر می‌نویسد. آفرین خوانندگان عزیز. مشقی 146. با چی و کدام نوعی ورزش مشغول بودنشان رو گویید. در رسم یکم ورزشگر با کدام نوع ورزش مشغول شده ایستاده است؟ آفرین خوانندگان عزیز، با تنیس مشغول شده ایستاده است. ورزشگر دوم چی؟ بله خوانندگان عزیز، با کاراته مشغول است. و ورزشگر سوم باشد با فوتبال مشغول می باشد. آیا شما هم با یگان نمودی ورزش مشغول می شوید؟ خوانندگان عزیز، ورزش گروی سلامتی است. با ورزش مشغول شوید، صحت و سلامت می شوید. هر پگاه با ورزش مشغول شدن رو کنده نکنید. وظیفه خانگی مشقی 147. 6 تا کلمه ifade کننده حرکت предмет رو نویسید.